زمان واقعا نداریم. فقط من 2 جمله میگم. خانم ها اگه خوشتون اومد میتونید دست بزنید. چون روز زن هم هست، بزرگترین کسالت در زندگی خانم ها داشتن شوهر. بزرگترین تفریح سر کار گذاشتن شوهر. بزرگترین جهاد شوهر سر جاش نشوندن. بزرگترین کار شوهر تربیت کردن. بزرگترین شگفتی شوهر عاقل دیدن. لذا تحقیقات نشون داده تنها 5% از مردها عقل دارن، ما بقی زن دارن. الله این یه دونه اون همه رو جبران کرد. یه کار زیبا از زنده یاد ناصر عبداللهی تقدیم شده به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به یاد ناصر عزیز دست قشنگ بزنید، روحش شاد. یا فاطمه بنت نبی، ای همدل و جان علی، ای نور پاک تاها، یا زهرا، یا فاطمه سر خدا، ای گوهر تاج وفا، ای با شکوه ای بالا، یا زهرا. ای دختر گل ای یاسمین، ای اسوه زن در زمین، ای دختر گل ای یاسمین، ای اسوه زن در زمین، ای آسمان از تو متین، یا فاطمه بنت نبی، عشق محمد با علی، عشق محمد با علی. من چون زمان واقعا ندارم ازتون عذرخواهی میکنم. 2 نفر از رفقای حسین رفیعی رفته بودن هتل، سر توالت فرنگی دعوای خونی کردن با هم دیگه. اومدن از هم دیگه سواشون کردن، گفتن مشکل چیه؟ اولی گفت من 1 هفته بود از این چشمه داشتم آب میخوردم، این از راه اومده توش خرابکاری کرده. این رفیقات خود نصیحت کن. حسین چقدر تو امشب یه دقیقه خداییش ماکارونی نپخته بود یا نبود؟ اونا که با ما موافقن دست بزنن. خداییش حسین شبیه بانزی قوی ترین خرس جهان نیست؟ خیلی خوب، حالا یکی من میگم ببین شبیه هست یا نه. بوشبک تو لوک بیباک هست یا نیست؟ حالا که گفتی بوشبک، همه عزیزانی که دست دادن به خاطر اون تداعی که از اون سریال و کارتون زیبای بوشبک و این فیلم لوک خوش، نترس عموه دخترم، عموه نترس، لولو نیست، بچه میترسه دیگه. بترس ازش. لوک خوش شانس همه به خاطر بوشبک نگاه. چقدر این سگ با مزه. وای حسین جون اومدیم برنامه هلال نگفتم بوشبک. چقدر دستای باحال میزنن اینجا. آقای مثل حسین رفیعی